قسمت 12 از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. نحمده و نصلی علی رسول کریم. دوستان گرامی، باز هم رسیدیم به وضاحت یکی از مطالب سرگردان در فضای مجازی. متاسفانه به تازگی پستی را در فضای مجازی نشر کردن و سخنران این پست متاسفانه به علت عدم آگاهی، نداشتن آگاهی نسبت به ترجمه آیات قرآن و نداشتن علم کافی نسبت به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم متاسفانه تهمت‌های سنگینی را به اصحاب کرام رضی الله عنهم روا داشته. ایشان همین سخنران مدعی اند که در جنگ احد، همون جنگ دومی که در اسلام بسیار مشهور است، در جنگ احد همگی اصحاب کرام رضی الله عنهم از میدان جنگ فرار کردند مگر حضرت علی رضی الله عنه. و همچنین وی مدعی است که هیچ جنگی نبوده، هیچ جهادی نبوده، هیچ غزوه‌ای نبوده که اصحاب کرام رضی الله عنهم در آن فرار نکرده باشند مگر حضرت علی رضی الله عنه. و بالاتر از این وی از اهل سنت تقاضا کرده که یک روایت صحیح یا یک روایت معتبر را نسبت به این موضوع که حضرت عمر رضی الله عنه یک شخصی را کشته باشه یا یک کافری را کشته باشه بیارن و در قبال این 10 میلیون تومان جایزه را دریافت بکنن. ابتدا با هم ببینیم ادعاهای این سخنران را تا برسیم به وضاحت مطالب اشتباه این سخنران. علی 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 علی. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. به یاد آورید زمانی که در جنگ احد پیامبر شما را صدا میزد اما شما روی کوه فرار میکردید و از شدت ترس حتی پشت سرتون هم نگاه نمیکردید. در هیچ جنگی نبود که خلفا و صحابه فرار نکرده باشند و تنها آقا امیرالمومنین محافظ جان پیامبر بودند. در جنگ خیبر، در جنگ خندق و در همه جنگ ها فرار کردند، به حدی که آقا رسول الله از اونها بیعت میگرفت که فرار نکنند. حالا باشه، چون شما بگید اونها شجاع بودند، یک روایت صحیح و معتبر بیارید که عمر فقط یک نفر رو کشته باشه، یک کافر رو کشته باشه، جایزه 10 میلیون تومانی ما برای شما. بله دوستان گرامی، ادعاهای این سخنران را در یک پست 1 دقیقه‌ای با هم دیدیم، اما به نسبت اولین ادعای وی که ایشان مدعی اند که اصحاب کرام رضی الله عنهم همگی میدان جنگ احد را گذاشته باشند و فرار کرده باشند، برای رسیدن به حقیقت مطلب لازمه که جنگ احد کمی برای شما وضاحت کرده بشه. جنگ احد دومین جنگ مسلمانان با کفار بوده. وقتی که مسلمانان در مقابل کفار قرار میگیرن، میدان برای جنگ آراسته میشه، نبی خدا صلی الله علیه وسلم طبق اون بینش دقیق جنگی خودشون 50 نفر از اصحاب کرام رضی الله عنهم را بالای تپه به نگهبانی گماشتن که مبادا کفار سوار نظام یا پیاده نظام از پشت سر بر نگردن به مسلمان ها حمله پناه خدا نکنن. بله متاسفانه بعداً واقع میشه، جنگ شروع میشه، همه اصحاب کرام رضی الله عنهم با ندای الله اکبر در میدان جنگ داخل میشن و کفار را دیگه همینطور میبرن جلو، میزنن، لطوپار میکنن، میکشن، همه دارن فرار میکنن تا که کلا میدان رو گذاشته کفار گذاشتن رفتن از میدان جنگ بیرون. اصحاب کرام رضی الله عنهم اینطور فهمیدن که بله جنگ تمام شده دیگه، شروع کردن به جمع کردن غنیمت ها. خبر از اون 50 نفر بگیر، همونایی که بالای تپه بودن اونم داشتن نظاره‌گر میدان بودن، دیدن که بله همه کفار فرار کردن رفتن از میدان جنگ و اصحاب کرام رضی الله عنهم دارن چیکار میکنن؟ غنیمت ها رو جمع میکنن. اینجا بود که اکثریت اون اصحابی که حدوداً 50 نفر بودن اون میدان نگهبانی، اون تپه نگهبانی را گذاشتن، آمدن برای غنیمت جمع کردن. یک 7-8 نفری مانده بودن. از اون طرف حضرت خالد رضی الله عنه که موقع مسلمان نبودن، سوار نظام، وقتی که میبینن که اون نقطه نگهبانی که نقطه بسیار حساسی هم بوده و میتونه از پشت اون دور بزنن و به مسلمان حمله بکنن، اینجا حضرت خالد رضی الله عنه در زمان کافر بودن خودش با اون سوار نظام زبده عرب ها با تعداد بسیار زیادی میان دور میزنن این تپه را. این چند نفری که بالای تپه بودن اینا رو با تیرکمان میزنن، شهیدشون میکنن و با یک سوار نظام بسیار انبوهی یورش میبرن به طرف مسلمان ها. حالا شما خودتون کمی صحنه رو مثلا در نظر بگیرین، مسلمان ها صحابه فرار نکرده بودن،
پیروز شده بودن، پیروز میدان بودن، همه کفار از میدان جنگ بیرون رفته بودن، همه داشتن غنیمت ها را جمع میکردن، ولی در یک آن پناه بر خدا یک سوار نظام با اون سرعت اسب‌های عربی و با تعداد بسیار زیاد میزنن به لشکر مسلمان ها. از اون طرف اونایی که فرار کرده بودن، میدان جنگ را گذاشته بودن، رفته بودن، اونا برمیگردن میان اصحاب کرام رضی الله عنهم در مابین این دو طرف سواره و پیاده اینطور مثلا گیر میکنن و نمیدونن چیکار بکنن. خیلی از اصحاب کرام رضی الله عنهم اینجا یعنی واقعا سراسیمه شده بودن. اصحاب کرام رضی الله عنهم خصوصا اکثریت عشره مبشره از جمله حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، طلحه، زبیر، ابو دجانه، ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه و دیگر اصحاب کرام همینطور نبی خدا اینطور دور کرده بودن، نمیگذاشتن کفار بیان. با همه این نگهبانی ها سنگی به صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوره، دو تا دندان مبارک شهید میشن. اون کلاه خودی که تیغه هایی داشته اینا به چهره نبی خدا صلی الله علیه و آله فرو میرن و بلکه نبی خدا میافتن و اینطور سراسیمگی بوده. صحابه یواش یواش خودشان جمع میکنن. خیلی از اصحاب بله میدان رو گذاشته بودن، فرار هم کرده بودن، ما هم قبول داریم، اما در این موقع بوده. ما اصحاب بزرگ اکثریتشون با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده، ما هم قبول داریم جناب که در اینجا یک فراری بوده، اما در این موقع بوده، در مرحله اول نبوده. در مرحله اول باش رشادت با نهایت دلیلی جنگیدن، پیروز شدن، اما در این حالتی که در مابین لشکر سواره و لشکر پیاده مانده بودن، اینطور لشکر سراسیمه و اینطور هزیمتی اختیار میکنن و پناه بر خدا. برای اینجا یک اصحاب کرام رضی الله عنهم میدان را میگذارن و فرار میکنن. بله تا اینجا ما هم قبول داریم، اما در این موقع بوده. اما عجیبه الله متعال قبل از این که آیه را که این شخص سخنران داره میخوانه، قبل از این که این آیه را بیاره، الله متعال چقدر محبت با اصحاب کرام رضی الله عنهم داشته که عفو خودش رو اعلام کرده. کوتاه از طرف صحابه بوده اما عفو خودش رو اعلان کرده. همینطور که در آیه 152 این آیه که اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، این آیه 153 سوره آل عمرانه. اما در آیه 152 الله متعال فرمودن ولقد عفا عنكم، اصحاب کرام شما در شما کوتاهی آمده، دستور نبی خدا رو شما اجرا نکردین و این مصیبت به خاطر این بر سر شما آمد، اما الله متعال ولقد عفا عنكم، الله متعال شما عفو کرده، شما رو معاف کرده. چیکار کرده؟ معاف کرده. خدا معاف کرده، این سخن را هنوز معاف نکرده بعد 1400 و اندی سال پناه بر خدا. و در آیه 155 دوباره الله متعال فرمودن ولقد عفا الله عنهم، الله متعال زمانی که در میدان جنگ اینطور میدان را گذاشتن و رفتن، الله متعال ازنا معاف کرده. و در آیه 158 الله متعال به نبی خدا دستور دادن که فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، که این نبی خدا شما اصحاب خودتون رو به نسبت کودایی ها معاف کنین و از الله متعال به نسبت معاف کردن الله متعال شما طلب آمرزش بکنین. عجیبه، واقعا واقعا عجیبه. الله متعال در 3 جا اینجا، خاصتا در 2 جا خود ذات مقدس الله متعال معافیت خودشون را اعلان کردن، معاف کردن، عفو کردن. عجیبه اشخاصی ماننده این سخنران بعد از 1400 اندی سال آمده این مطالب را شکسته و اینطور در هم بر هم، بلکه برخلاف واقعیت به دیگر مسلمان ها این را ارائه دادن. حالا مونده دیگه شما جواب این را چی بگذاریم. بله این یکی از ادعاهای ایشون بود که بله اینجا یک هزیمتی بوده، فراری بوده، اما همه صحابه کرام نبودن. خلفا، اکثریت خلفا و بزرگان صحابه با نبی خدا صلی الله علیه و سلم بودن، دور نبی خدا اینطور دایره زده بودن و بلکه دست طلحه رضی الله عنه در همون جنگ بوده که پناه بر خدا یعنی اونجا کلا یعنی فلج میشه. بله همینطوره. و اگر ما به خود آیه و ترجمه آیه 153 سوره آل عمران دقت بکنیم، الله متعال ذات ذوالجلال موضوع رو کاملا مشخص کردن که موضوع از چه قرار بوده. فرمودن اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، یعنی چه؟ اید یعنی وذکر، شما اصحاب کرام یاران محمد مصطفی السلام شما یاد کنید اون زمانی را که تصعدون شما بالا میرفتین، فرار میکردین، میرفتین بالای کوه. به خاطر چی فرار کرده بودن؟ یک وضعیت بسیار ناهنجاری بوده، یک وضعیت عادی جنگ نبوده. صحابه کرام اول در مرحله اول میدان جنگ را یعنی کاملا به نفع خودشون تمام کرده بودن، پیروز شده بودن و بعد از اون در یک وقت بسیار بیخبری، وقتی که داشتن
غنیمت ها را جمع میکردن. از یک طرف لشکر بسیار بزرگ سواره و از یک طرف لشکر پیاده بسیار بزرگ. همینطور صحابه در مابین این دوتا گروه یعنی کاملا مونده بودن چیکار بکنن چیکار نکنن. سراسیمگی بسیار وحشتناکی اونجا پیش آمده. 70 نفر از اصحاب کرام رضی الله عنهم، از یاران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، از فامیل های یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در جلوی چشمان اونها شهید شدند، از جمله حضرت حمزه رضی الله عنه. در این وضعیت بسیار ناهنجار که همه صحابه پراکنده شده بودند، اشخاص خاصی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم دور زده بودند و ایشان را با اینکه در حراست شدید قرار داده بودند، باز سنگی بر چهره او و شکستن دو تا دندان او و افتاد نبی خدا علیه السلام در این وضعیت سراسیمگی. بله یک چیز عادی بوده که تصعدون، صحابه فرار میکردن میرفتن بالای کوه. یک نفر نبودن، دو نفر نبودن، اکثریت صحابه بر این حالت متاسفانه قرار گرفته بودن. ولا تلون علی احد، کسی را نگاه نمیکرده. وضعیت بسیار ناهنجار بوده. بعد الله تعالی فرمودن که والرسول یدعوکم فی اخراکم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شما را از پشت سر صدا میکردن. چه کسانی را؟ همان اشخاصی را که در مابین لشکر سواره و در مابین لشکر پیاده اینطور میخکوب شده بودن، نمیدونستن چه کار بکنن، هر کدوم به یک طرفی داشتن فرار میکردن، سراسیمه بودن، پریشان بودن. نبی خدا اسلام اینا صدا میکردن هلموا الیه هلموا الیه. یعنی چه؟ یعنی شما بیایید به سوی من، بیایید به سوی من، تا که اصحاب کرام رضی الله عنهم متوجه صدا و ندای رسول الله علیه السلام میشن، همگی جمع میشن در کنار کوه و آنهایی که باقی مانده بودن به همراه نبی خدا اسلام میرن بالای کوه. همه رفته بودن بالای کوه. اصحاب کرام در اون حالت، نبی خدا اسلام در این حالت بسیار ممتاز، همه میرن بالای کوه و جنگ خاتمه پیدا میکنه. و چنانکه در روایت اسلامی، در روایت خیلی بسیار آمده، بنده در یک سرچی که داشتم، بله در یعنی 93 تفسیر این مطلب کاملا مشخص شده که موضوع از چه قرار بوده. وقتی که جنگ تمام میشه، ابو سفیان ابن حرب یعنی فرمانده لشکر کفار که بعدن ایمان آوردن، به همراه یاران خود میان در کنار کوه قرار میگیرن. اصحاب کرام رضی الله عنهم به همراه محمد مصطفی علیه السلام بالای کوه، کفار مشرکین قریش در پایین کوه. اینجا بود که ابو سفیان ابن حرب صدا میزنن. بله من کاملا خود کتاب براتون بخونم. بله صدا میزنن افی القوم ابن ابی کبشه. اونا یک لقب بسیار بدی را به نبی خدا اسلام داده بودن. ندا میزنه که بله آیه ابن ابی کبشه که منظور محمد مصطفی علیه السلام است، آیا زنده هستن یا نه؟ اینجا در روایت آمده که فسکتو، همه اصحاب کرام ساکت بودن. چرا؟ چون ادب داشتن، احترام نبی خدا را داشتن. ادب و وجاهت و عظمت نبی خدا اسلام در قلب های اونا بوده. بدون از اجازه عموما اصحاب کرام مثلا حرفی نمیزدن. فرمودن که بله فسکتو، کسی همه ساکت بودن، کسی حرف نمیزد. بعد اینجا بود که ابو سفیان میگه به رب کعبه قسم خورد که بله پس محمد کشته شده. دوباره صدا کردن افی القوم ابن ابی قحافه، آیا در ما بین شما که همه از میدان جنگ اینطور سراسیمه پریشان شدین رفتین بالای کوه، آیا در ما بین شما ابن ابی قحافه یعنی حضرت صدیق رضی الله عنه وجود دارن یا نه؟ در روایت آمده که فسکتو، همه ساکت بودن. اینجا بود که باز ابو سفیان قسم خورد که بله قتل و رب الکعبه، بله به خدای کعبه قسم که ابو قحافه ابو بکر صدیق هم کشته شده. جلوتر باز میپرسن افی القوم عمر بن الخطاب، آیا در ما بین شما عمر بن الخطاب زنده هست یا نه؟ همه ساکت بودن. اینجا بود که ابو سفیان در پایین کو، صحابه در بالای کو شروع به رزدخانی میکنه، ادعاهای بی اساس رو به وسط میاره. اینجا بودن که فقال النبی صلی الله علیه و سلم لعمر بن الخطاب، اصحاب کرام همه با هم، نبی خدا در مابین اینها، رسول خدا صلی الله علیه و به حضرت عمر رضی الله عنه دستور دادن که بله قم فنادی، ای عمر بلند شو، ندا بکن، صدا بزن و بگو که بله الله اعلی و اجل. اونا که بت‌های خود را بزرگ میپندارن و پیروزی خودشون در میدان جنگ احد و شهید کردن 70 نفر از اصحاب کرام را یعنی از برکت و بزرگی بت خودشون میدانن و ندا میدهن، شما بلند شو و ندا بکن که الله اعلی و اجل، بله که خداوند از همه چیز بالاتره، از همه چیز برتره. و همینطور حضرت عمر فرمودن که نعم بله هذا رسول الله علیه السلام، فرمودن که بله این محمد مصطفی علیه السلام و هذا ابوبکر، فرمودن که این ابوبکر و ها انا ذا، فرمودن که بله این منم عمرم، فرمودن که بله یعنی اونایی که کشتگانش ما فرمودن که در جهنم هستن و کشتگان ما در جنت هستن. لذا دوستان اینه که قضیه از این قرار بوده، نه این که فقط حضرت علی رضی الله عنه و رسول خدا اسلام در میدان جنگ مانده باشن و باقی فرار کرده باشن. نه خیر آقا، قرآن داره میگه تصعدون، همه با هم داشتن میرفتن بالای کوه، خیلی ها به فرار داشتن میرفتن و خیلی ها چون ماننده
رسول علیه السلام و یاران مخلص او به یک تاکتیک جنگی به یک عقب نشینی رفتن بالای کوه و این وضعیت پیش آمده. لذا این دوستان عزیزان گرامی آنچه این سخنان به نسبت فرار کردن اصحاب کرام رضی الله عنهم به صورت کلی بیان کرده، این دروغی بیش نیست دوستان عزیزان گرامی. و باز دوباره تکرار میکنم، الله متعال معاف کرده، اما اشخاصی مانند این متاسفانه معاف نمیکنن. حالا به نسبت ادعاهای دیگر این سخنان که بله ایشون ادعا کردن که در هیچ جنگی نبوده که صحابه و خلفا فرار نکرده باشند الا حضرت علی رضی الله عنه که سرمه چشم ما هستند و دیگر ادعاهایشون انشالله در قسمت بعد الله متعال توفیق بده نسبت به اونها وضاحت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.